یه چیزایی هست اصلا درس نمیخواد، مثلا پرورشی میشد 2. انضباطم نه 1-2 سال افتضاحشو خوردم به طور 2-3 تا نااهل شدم شکل اونا. و انضباط که اصلا یعنی همش کلانتری و تو ناحیه و پدرت بیاد و عموت بیاد و اخراج و اینا. 2-3 سال بعد به خودم اومدم، ولی 2-3 سال افتضاح. انضباط 0. یک بار یک بلایی سر معلم فیزیکم آوردم، بعد به خاطر همین از یک دبیرستان اخراج شدم. مادر نازنینم هم اومده بود بالاخره اونجا، گفتن نه دیگه نمیشه، بعد از این مدرسه بره. رفتیم منطقه، گفتیم خب کدوم مدرسه بریم؟ گفتیم این منطقه شو باید عوض کنیم. منم منم از منطقه اخراج شدم یه بار. بعد رفتم مدرسه، بعد گفتن که شبانه میتونی بیاد، ولی بغل دستی مثلا راننده تاکسی بود. بعد این باور کن منم همین تصویر رو دارم. یعنی اخراج شدم، رفتم یه جایی که اصلا خیلی پرت و پلا بود، منم نشسته بودم، بعد برگشتم دیدم یه چیز انقدی سیبیل ریش اینا به من گفت جون